يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. همین بسیاری کس است اندکی که یکم سختی در جهان اسلام سرش آمده. کجا رفته؟ آلمان رفتیم. کجا هستی؟ فرانسه هستیم. اونجا 100% حاکمیت طاغوت قبول کرد، کل نظام کفری را قبول کرد. اونجا در روی سرکش هم کفر است. در دار کفر اقامت کرده، در دار کفر زندگی کرده، هجرت ترک کرده، به دار ایمان و سرزمین اسلام نامده، در سرزمین کفر زندگی کرده. این میشه میمره، این ظلم است. میرن در مملکت‌های کفری بسیاری کسا رو ببینن که در زیر بیرق کفار قرار دیگه خدا انداخته. اروپا میرم، امریکا میرم، تو زیر بیرق کفر زندگی میکنن و در اونجا هست. حتی از سرزمین مسلمان ها میرن در اونجا. این مردمایی که مثلا در زیر بیرق کفر خوشحال است، زمینه هجرت برش مساعد است، هجرت نمیکنه، میباشه در زیر بیرق کفار تا که مثلا تمام قانون کفر سرش تطبیق شود. الله متعال میگه یا چیز جزا داره کسایی که مثلا نمی قسم هستن، میگه ان الذين یقینا کسانی که توفاهم الملائکه، اونها را میکشند یا قبض روح میکنه. کی؟ الملائکه، ملائکه ظالمی انفسهم، در حالی که خود از یا ظلم کرده در نفس خود. بماذا ظلم؟ به ترک الهجرت، که هجرت نکرده. قالو سوال میکنه ملائکه از پیششان وقتی که ملائکه را خوب زدن میکنه در این وادی جان کندن که خوب نفس از یارا دیگه همون تو در حالت میری خوب زدنشان را میکنه دیگه. باز میگه قالو فیما کنتم، شما را چی خدا شرمانده بوده، چی حالت بودین که شما اینجا؟ قالو میگوین کنا بودین مستضعفین، بسیار ضعیف بودین. اوه تو تکواندو باز ضعیف بودی، این زیرپیونی که چسب میپوشیدی هنوزم تو ضعیف بودی. دروغ میگه بودین مستضعفین فی الارض، زمین. قالو باز الله متعال میگه که الم تکن ارض الله واسعه، آیا زمین الله واسع نبود که از زیر بیرق کفر برای در زیر در جای باشی که اونجا ایمانت اسلامت تطبیق کرده بتانی؟ الم تکن ارض الله واسعه، آیا نبود زمین الله واسعا فراخ و وسعت، فتهاجروا، پس هجرت میکنن فیها در آن. فاولئک، پس این مردمایی که این قسم گپا را میزنن و بانه طلبی میکنن و در زیر بیرق کفر خوشحال هستند. به خاطر چی خوشحال هستند؟ به خاطر که زنا خوب برشان است، گناه برشان هست، شراب هست، ای هست، تو هست. فاولئک مأواهم جهنم، الله متعال میگه که این مردم‌ها که هستند مأواهم، جایگاهشان جهنم، آتش دوزخ است. وسعت مصیرا، و بسیار زشت از بازگشتشان. پس از این چی فهمیده میشه که کسایی در سرزمین‌های کفر زندگی میکنن و میمرن، حالتشان خطرناک است. با زناشون هم ببینی عیاش و اینا میگردن، به ایجابی است، به ایمانی است، زناکار چیز گفته نمیتونی، اختیار زن پیشت نیست. مرگت که آمد الله پرسان میکنه چرا ایده احکام اسلام تطبیق نکردی؟ تو میگه عاجز بودم، کافران نمیمان. میگه چرا هجرت نکردی؟ حالا خب مردم زور نیست، کل اگه عزیز او روان است، نه؟ کشورهای غربی میرن و شرقی روس میرن و چاینا و اروپا و اینجا میرن، با اختیار خود پیسه میتن، حتی در آب میمرن، نه؟ به خاطر زنه. این حالتشان خطرناک. حتی اونایی که در اونجا هستن ملائکه که روحش میگیرن، میگه چرا در اینجا بودی؟ میامدی در سرزمین اسلام. اینیا جواب ندارن، بسیار خطرناک است. در روی سرک هم که میری تا که مادر اولادای 6 تا مردکه را عورت غلیظه و خفیفش سیل نکنه، شب خانه رفتن نمیکنه. در آلمان و در فرانسه و در امریکا زندگی میکنی و باز میگه مادر اولادها چشمای خدا چی کرده؟ حفظ کرده. تو خود چشمایت حفظ است، در روی سرک حفظ کرده نمیتونی. به می خاطر امام هجرت که است، امام اهل مدینه، امام مالک میگه هجرت از سرزمین بدعت و معاصی هم فرض است. در اینجا میبینی بسیار گناه و بدعت است، از اونجا میگه هجرت کنیم فرض است. میگه بر ما شما ثابت است مثلا یک نفر امریکا میره یا فرانسه میره یا شوروی میره یا هر کشورهای کفری که میره، اونجا حکم طاغوت است، یعنی اونجا حکم الله تطبیق نمیشه. الله متعال میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، او کسی ایمانش قبول میشه که اول باید به طاغوت کافر شود. حالا وقتی که یک نفر در کشور خارجی میره، این خب میگه من تابعیت میگیرم، اینجا به طاغوت کافر شد یا رب به طاغوت ایمان آورد، تابع از او شد، پیروی از او کرد. الله میگه باید از او اطاعت نکنی، از او مخالفت بکنی. این حال اصلا رفتن در کشورها و زندگی کردن در کشورها حرام است و کسی که تابعیت
میپذیره ایده کفر داخل میشه. اصل این همی قسم است. حالات استثنایی است که مثلا یک نفر زندگیش در یک جای در خطر است، مثل صحابه در مکه مکرمه اینا را میکشتن، گیر میامدن میکششانن. اینا لی دیگه به خاطر ازی که مرا میکشه، متوجه هستی؟ این مرا میکشه، به این خاطر رسول الله بهشون گفت شما برین در حبشه، در حالی که اونجا مثلا نظام اسلام نبود، رفتن اونجا در مملکت دیگه به خاطر نجات جان خود اونجا رفتن. اینال اگر یک کسی به خاطر ازی که مثلا زندگیش در خطر است میره و یا مثلا برای تداوی میره موقتی، یا کسی مثلا میره موقتا زندگیش مثلا موقت در خطر است، پس حال میفهمه که نه در خطر نیست، پس اونجا وقتی که میره اصلش ناروا هست و تابعیت گرفتنش کفر است. این بدون شک. 20 سال پیش 30 سال پیش مردم هم میگفتیم که تمی امریکایی‌ها کار نکنین، ترجمانی نکنین که شما را کافر میسازه، یا میرفتن به خاطر پیسه کردن. حال اونها میرن مجبور هستن دیگه راه ندارن، اونم کفر امریکا را قبول کنه و بره بگه که چطور است. سابق که میفتیم نکنین، میفهمیم ما هوشیار هستیم میکنم پیسه پیدا کنم. نه حالا پیسه پیدا کرد در وطن خود زندگی کردن نمیتونه، بعد از خود در بلا انداخت. این حال چرا عاقل کند کاری که بارارت موفق بشید. تحية مشتاق كثير التعلق جرى ذكر من أهوى فزاد تشوقي.